سلام دوستان، امیدوارم جیبتون پر پول باشه. امروز ماشین یادگاری رضا شاه رو براتون آوردم. بنز سری جی، موتور 4 لیتری V8 توین توربو که روی مدل معمولی G63 قرار دارد تقویت شده و 8 اسب بخار بیشتر نیرو تولید می کند تا قدرت مرسدس بنز AMG G63 اسکورت به 585 اسب بخار برسد. گشتاور هنوز اعلام نشده، اما موتور شاسی بلند معمولی می تواند 850 نیوتن متر گشتاور را تولید کند. قدرت پیشرانه از طریق گیربکس اتومات 9 سرعته به هر چهارچرخ منتقل می شود. ماشین که نیست، این سری جی عشقه. تفاوت مرسدس AMG G63 اسکوارت با مدل های قبلی در سیستم تعلیق آن بوده که به کل عوض شده. بخش اصلی سیستم تعلیق جدید اکسل های دروازه‌ای است که ارتفاع ماشین را افزایش داده و این امکان را فراهم می کند تا بیراه نورد مرسدس در هر مسیری بتواند حرکت کند. دیفرانسیل با قفل چندگانه و جبه‌دنده کمکی کوتاه قابلیت آفرود اسکوارت را افزایش می دهد. اگه دوست دارید اطلاعات جی کلاس براووس رو براتون بگم، توی کامنت ها حتما برام بنویسید.